نام عابده است، خانم خانه است، مادر 5 فرزند. شوهرم فوت کردن. این کار به شما و خانوادهتان چی فایده دارد؟ فایده بسیار زیاد داره که کار میکنیم اینا میشه نفقه اولادم برآورده میشه. این کار چی اهمیت دارد؟ احمد بسیار زیاد داره. من اینجا کار میکنم دیگه آرد برنج روغن پای پوش خوراک اولادای من میخرم. احمد زیاد داره. پیش از این که شما به کار شروع کنی زندگیتان چگونه بود؟ زندگی بسیار زیاد خراب بود. شوهرم فوت کرده بود، اولادایم خود بود، بیکار بودم، چیزا یاد نداشتم. این کار به زندگی روزمرهتان چی تغییرات آورد؟ تغییرات بسیار زیاد آورده. اینجا کار میکنم یک چیز یاد گرفتیم، سر پای خود ایستاده هستم. شما چه احساس دارید که در بین خانم ها کار میکنید؟ احساس بسیار خوشی دارم که از خانم ها یک چیز یاد گرفتیم، یکی از دیگه یاد میگیریم. شما با آینده زنان افغان چه قسم میبینید؟ آینده زنان افغان خوش میبینم. اگر زنان همت کنن مثل ما ورد اجتماع بیان کار کنن، از هنرهایی که دارن استفاده کنن. شما میخواهید که از قصه هایتان تمام مردم خبر شود؟ بله. پیام شما به دیگه دختران افغان چیست؟ و دیگه دخترها می نمیست پیام ها که مثل ما ورد بیان همت کنن، در بین اجتماع کار کنن، سرپای خود ایستاد شون. شما به خود و خانوادهتان چی آرزو دارید؟ آرزوی خوشبختی دارم که فرزندایم تحصیل کنن، درس بخوانن، خوشبخت شوند. تشکر.